ما هر ایرانی اجازه داریم در تمام ایران بگردیم، در تمام استانها میتوانیم تردد بکنیم، میتوانیم. چرا؟ چون ما ایرانی هستیم. تنها کسی که نمیتوانه در کشور ما تردد بکنه اشخاص خارجی هن. بایستی گذرنامه بگیره، آقا ویزا بگیره بیاد مملکت ما. همانطور که ما میخوایم یک کشور خارجی بریم بایستی گذرنامه داشته باشیم، بایستی ویزا بگیریم. اما رفتن در استانها و گشت و گذار و دید و بازدید این برای همه آزاده. متاسفانه در این هفته گذشته این صحبت رو من به خاطر این کردم که در هفته گذشته حضرت شیخ الاسلام تشریف آورده بود منطقه و خواستن به منطقه‌ای برن به نام رمشک. رمشک رو شما میشناسید. قبلا رمشک جزو نیکشهر بود. حالا در تقسیماتی که کردن دادن به استان کرمان. من از شما سوال میکنم اگر ما ایران شهری یا استان سیستان بلوچستان بخواد بره کرمان بایستی بره ویزا بگیره یا بدون ویزا بره؟ ویزایی نمیخواد بابا، گذرنامه‌ای نمیخواد. اگر ما میخوایم تهران بریم، اگر میخوایم مشهد بریم، اگر میخوایم جای دیگه بریم، همه اینها ما اجازه داریم چون ما ایرانی هستیم. اونها هم جزء ایرانن. وقتی اونها آزادن راحت میان در ملک ما و ما استقبال میکنیم. در ایام نوروز همینطور نیست؟ از آذربایجان میاد آقا میره چابهار، ما استقبالش میکنیم. دیده هم به اصطلاح چهرهش را هم میبوسیم، استقبالش میکنیم. چرا؟ چون ما معتقدیم ما ایرانی هستیم. ما از اونها پذیرایی میکنیم. یه وقت شاید گذر ما بیفته اونها از ما پذیرایی بکنن. خب وقتی از شخصیتی مانند حضرت شیخ الاسلام که ایشان شخصیت کوچکی نیست، یکی از نخبگان و یکی از شخصیت‌های بزرگ علمیه، هم داخل کشور هم خارج کشور، همه قبولش دارن. همه به شخصیت والای چنین دانشمند بزرگی همه اذعان دارن. همه حضرت شیخ الاسلام را قبول دارن، هم در داخل هم در خارج. خب اگر حضرت شیخ الاسلام بیاد بگه من میخوام برم رمشک، مردم رمشک همه بلوچن، مردم رمشک همه اهل سنتن. گرچه من این رو هم قبول ندارم، سنی و شیعه اصلا تقسیم بندی درستی نیست. اگر یکی از اصفهان و شیراز بیاد اینجا ما نمیپرسیم تو سنی یا شیعه، ما میگیم تو ایرانی هستی قدمت مبارک بفرما. اگر حضرت شیخ الاسلام بخواد بره رمشک، مردم اونجا که بلوچ هستن، از خویشاوندان ما هستن، از به تعبیر دیگر وابستگان ما هستن، آیا بایستی جلوی این شخصیت گرفته بشه؟ آیا اگر کسی بخواد خیرخواهی بکنه بره مردم اونجا را به خدا و به پیغمبرش اونها را نصیحت بکنه، نماز بخوانن، اعمال درست انجام بدن، از اعمال بد اجتناب بکنن، این کار بدیه؟ هر کجا حضرت شیخ الاسلام رفته به خدا اونجا امن شده. اصلا آمد و شد، رفت آمد این بزرگوار هر کجا صورت گرفته منطقه امن شده، آرام شده. چطور در بعضی مسائل که در منطقه پیش میاد از ایشان استفاده میکنن، میارن جلو تلویزیون که مردم را توصیه بکن؟ او درسته؟ وقتی خودش میخواد بره مردم رو دیدار بکنه جلوش رو باید بگیرن؟ آیا اعمال سلیقه نیست؟ چرا بعضی از مسئولین تنگ نظرن، متحجرن، افراطگران، بر نمیتابن یک شخصیت علمی بره با مردم دیدار بکنه؟ آیا رفتن ایشان باعث ناامنی میشد یا باعث امنیت بیشتر میشد؟ خب اگر امنیت میاره، اگر صلح میاره، اگر سازش میاره، بسیاری از اختلافات قومی چندین ساله را با وجود آمدن حضرت شیخ الاسلام به خدا مردم معاف کردن. دو تا طایفه 40 سال با هم دیگه درگیر بودن مثل جاهلان مکه، اما قدوم مبارک ایشان به گواهی خود همون مردم خودشون اعتراف کردن ای شیخ الاسلام هر کسی دیگه آمده ما قبول نکردیم، اما قدم با برکت شما در خانه ما افتاده، برای ما افتخاره، ما به خاطر خدا از خونمون گذشت کردیم. خب کسی که میتوانه اینقدر فایده بده، اینقدر برای امنیت ما مفیده، باعث آرامش منطقه ما هست، آیا بخوام اینجوری جلوش رو بگیرن؟ ما به شدت این نوع رفتارهای متحجرانه را و رفتارهای با تعصب کور هر چه که باشه، با تعصبی را ما به شدت محکوم میکنیم و از دولت میخواهیم جلوی این چنین انسانهای افراطی، مسئولین مغرض را جلوش را بگیره. ما سلیقه را قبول نداریم، قانون برای ما ملاکه. اگر قانون گفته سنی در یک جغرافیای مخصوصی حرکت بکنه، بله، قانون چنین چیزی نگفته. وقتی قانون نگفته، قانون اساسی میثاق ملته،
98% به این قانون اساسی رأی دادن. چرا بعضی بخوان اعمال سلیقه بکنن؟ چرا مسئولین استان کرمان بابا نخواستیم این رمش که بیچاره رو باز مجددا به سیستان و بلوچستان بدید، نه ما کرمان میایم بابا، نه اینکه باعث ایجاد زحمت برای شما بشیم. مردمش همین بلوچن، اهل سنتن. اینا قبلا تا همین چند سال پیش مال حوزه استحفاظی نیکشهر بود، بعد جدا کردن دادن به بالاخره کرمان، دادن به فلان دادن. چرا اینطوری باشه؟ این اعمال سلیقه ها باور کنید برای ما بسیار خطر آفرین. اینا برای ما امنیت نمیاره و ما به شدت میخوایم یعنی با صراحت میخوایم دولت جلوی افراد بگیره. فرقی نداره اگر فرماندار اون منطقه بوده، اگر استاندار اون منطقه بوده، یا هر مسئول دیگه ای که دستور داده که این سفر شکل نگیره، دولت باز به شدت باش برخورد بکنه.